سلام آقا، این که میبینید این روزا کلیت نظام رفته روی ویبره و 4 ستون نظام قزمیت به تلق و طلوق افتاده، علت داره. علتش هم اینه که زلزله ضرب الاجل تو راهه و پیش لرزه های این زلزله بد جوری داره نظام ولایت رو میلرزونه. اینجا و اونجا هم نداره، هر جای عظما رو که نگاه میکنی داره میلرزه. مثلا از یه طرف دلواپسا از همین حالا عربده کشی واسه انتخابات شروع کردن. روزنامه حکومتی حمایت. ریشه های جریان فتنه همانگونه که رئیس قوه قضاییه تصریح نمودند هنوز زنده است و برنامه ریزان آن قصد دارند برای انتخابات های آتی مشکلات و دردسرهایی را به وجود آورند. بدون شک قوه قضاییه به هیچ وجه اجازه قانون شکنی های جدید را به هیچ کس نخواهد داد. از اون طرف بوی جام زهر فرهنگی بلند شده و دل و روده عظما رو اساسی داره میبیچونه. یعنی ببینید چه پیش لرزه‌ای تو جون این آخونده افتاده که لغو 4 تا دونه کنسرت هم اینجوری آشلاششون میکنه. این داستانی که در بحث لغو کنسرت ها در روزنامه ها و رسانه ها پیش آوردن واقعا کار تبلیغاتی بود. بر حسب گزارشی که در شورای امنیت کشور دادن و در اونجا وزیر محترم ارشاد، وزیر محترم کشورم بودن، داستان محترم تهرانم بود، در اونجا توضیح داده شد از میان 300 خورده کنسرت که در کشور مجوز داشت و اجرا شد 9 تاش لغو شده. 9 تا لغو شده. یا عددی این چنین بود. این مقدار واقعا سر و صدای رسانه‌ای لازم داشت. حالا هرچی به کمربندی زلزله یعنی همون قضیه اتمی و اینا نزدیک میشیم، دامنه لغوه عظما هم بیشتر میشه. از یه طرف سنا و کنگره آمریکا فشارشون میده، از یه طرف وسط خط قرمزایی که خودشون کشیدن گیر کردن، از اون طرف هم حق مسلم هسته‌ایشون رو میبینن که همینجوری داره مچاله میشه و چیزی یه کاریکاتور ازش باقی نمونده. تو این میون سناتورهای نگران آمریکایی هم کمتر روزی پیدا میشه در مورد مذاکرات و نتایج اون حرفی تو فضای مجازی نزنند. ما باید تو سنا به تمام جزئیات مذاکرات هسته‌ای دسترسی کامل داشته باشیم. بس سر خطوط قرمز هم تو شبکه‌های اجتماعی داغه. تام کاتن دوباره دست به توییت شده و توهم جنگ تو سرش افتاده. ایران هدایتگر و حامی تروریسته و دهه‌های مختلف آمریکا رو مورد هدف قرار داده. اما صحبت ادامه داشت و همان طرف‌های 5+1 میگفتند شما که کاریکاتور ما را میکشید، بیایید ما هم کاریکاتوری از برنامه هسته‌ای تحویل شما بدهیم و در قضیه تحریم ها هم اما اگر و حرف‌های مختلف. از روی این پیش لرزه ها میشه به ابعاد زلزله‌ای که پیش روی نظامه پی برد. مثلا شریعت نداری تو کیهانش همچی رک و راست نوشته که تو بنبست هستیم و هیچ راهی هم نداریم. ببینید چجوری زیر دل بسیجی های درمونده رو خالی کرده. یادداشت روز کیهان خامنه‌ای به قلم پاسدار شریعت نداری. به یقین میتوان گفت که هیچ توافقی در پیش نخواهد بود مگر آنکه یکی از دو حالت اتفاق بیفتد. اول آنکه ما از حق مسلم و قانونی خود که حفظ صنعت هسته‌ای است دست بکشیم و به تعبیر رهبر معظم انقلاب به یک کاریکاتور از فعالیت هسته‌ای و تابلوی بی‌محتوا تن بدهیم. و حالت دوم این که حریف با دست کشیدن از نگاه سلطه‌جویانه خود برخورداری ایران اسلامی از صنعت هسته‌ای را بپذیرد. ولی هیچ یک از دو حالت یاد شده در افق پیش روی دیده نمی شود. به این میگن تئوریزه کردن بنبست. بنده موشکاف زبونم مو در بود از بس که گفتم تو بنبستم. حالا خودشون نه تنها همین حرفو میزنن بلکه تئوریزش هم میکنن. پیش لرزه که اینه شما خودتون حدس بزنید که چه لرزه اصلی و چه پس لرزه‌ای در انتظارشونه. اکبر کوسه که مصیبت ها رو بو میکشه و سود و زیان نظام ولایت رو خوب میفهمه، اخیراً حرفی زده که از روش میشه قدرت زلزله‌ای که تو راهه رو در مقیاس ریشتر محاسبه کرد. باید زینت اسلام باشیم، چرا که حکومت اسلامی تأسیس کردیم و
اگر برای اسلام عیب و ننگ باشیم خیلی سنگین است و هیچ پاسخی در بارگاه عدل الهی نداریم. برای اسلام ننگ نباشیم. منظورش اینه که الان علی گدا مایه ننگ اسلامه. ملاحظه میکنید چه سیخی میکنه تو پک و پلوی عظما. پیش لرزم یعنی همین. زیاد ارزی نیست. به قول قدیمی ها تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. زد زیاد. موشکار